متوجه شدین؟ بله. گفتم متوجه شدین؟ بله عزیزم متوجه شدم. عرض کردم که اون خودشه. چی خودشه؟ هر چیزی که آوردی خودشه، پسرمه. پدر جان اینجوری نمیشه. شما یه عکسی چیزی نشون بدین اونور. عکسش آخه عزیز برادر، ما نمیدونستیم که شما کدام استخوان پسر را میآوردی که از همون اول از اون استخوان عکس بگیریم الان به شما نشان بدهیم. کی گفت عکس استخوناش؟ گفتم عکس خودش. عکس خودشه آقا، عکس خودش رو میخوای چیکار کنی عزیز من؟ ساعتی که استخوان و خاک پلاک که عکس نمیخواد اونو بده ما بریم دیگه آقا. شما عکس بیارید من خدمتتون عرض کنم. آخه عکس که نمیده. عکسشو میخوای؟ عکسشو بده. عکسشو موزیک؟ عکس نداریم که. یعنی شما هیچ عکسی از پسرتون ندارید؟ یعنی هیچ عکس نداریم؟ چرا داریم اما تکی نداریم. برکمنا چرا داریم اما تکی نداریم. یعنی عکسی که داریم شاید مرحوم با خواهر مادر با هم دیگه هستن در صندوق‌تن مال قبل از انقلاب نمیشه اون عکسی اول شما با عزیزم الان میخواید که عکس صندوق خارشو ببینی؟ واقعا میخوای خارشو ببینی؟ من میگم خارشو ببینم که تو خارونو ببینم. میشه بچه عکس جوانی‌های شما هست بده. برکمنا عکس جوانی من هست بده. نه چشم. ای آقا شما لطف کنید همون عکس دستجمعی رو بیارید. خارشو ببینیم. نه شما اون عکس رو بیارید روی بقیه رو بپوشونید من فقط صورتش الله و عزیزم نمیشود برادر من. آخه در آن اصل آقا شهد مرحوم با خواهر مادر اینقدر صمیمی اینقدر مهربان اینقدر قشنگ نشستن اصلا در اصل رفتن به داخل همدیگه اصلا نمیشه چشم کنید. شما الان منو با غیرت اجازه میده اصلا صندوق خواهر مادر ببینید واقعا میخواد ببینی اصلا خانم اصلا بیا ببینید دیگه نه اصلا رو خیلی مادر نمیده تمام چه بدم شما مشخصات شما هم بگید. بابا احسن نمیخواد مشخصات شاید من. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خیر مقدم خدمت شما و اهالی بنیاد محترم عرض می‌دارم که شاهد به آن کسی میگویند که برود در میدان‌های جنگ حق علیه باطل الله به شهادت عظمی برسد بر نگردد بلکه استخوان پلاچ بماند اونجا بر خاک تا شما پیدا کنید بیایید